نخستین تصاویر با کیفیت از درون آرامگاه کوروش کبیر. داخل آرامگاه کوروش کبیر چیست و چند قبر در آنجا وجود دارد؟ در این گزارش تصویری، نخستین عکس‌ها و ویدیوهای با کیفیت از آرامگاه کوروش کبیر در پاسارگاد را مشاهده می‌کنید. این تصاویر تاریخی نمای بی‌نظیر از معماری و شکوه مقبره بنیانگذار هخامنشیان را به نمایش می‌گذارند. در آرامگاه کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری هخامنشیان در پاسارگاد، استان فارس ایران واقع شده است. این مقبره که در قرن ششم پیش از میلاد ساخته شده، یکی از شاهکارهای معماری ایران باستان به شمار می‌رود. در این گزارش تصویری، نخستین عکس‌ها و ویدیوهای با کیفیت از این آرامگاه تاریخی گردآوری شدند. این تصاویر نمایی دقیق و واضح از ساختار سنگی و معماری منحصر به فرد مقبره را ارائه می‌دهند. برخی از این عکس‌ها از مجموعه گتی ایمیجز و شاترستوک استخراج شدند که به دلیل کیفیت بالای خود برای استفاده در پروژه‌های مختلف مناسب هستند. آرامگاه کوروش کبیر در طراحی خود از ویژگی‌های معماری زیکورات‌های میانرودان و مقابر اورارتویی الهام گرفته است. این مقبره که به نام مقبره مادر سلیمان نیز شناخته می‌شد، در قرن 19 توسط دیپلمات بریتانیایی جیمز جاستینیان موریه به عنوان آرامگاه کوروش شناسایی شد. ساختار آرامگاه شامل یک سکوی 6 مرحله‌ای از سنگ‌های آهکی زرد رنگ است که در بالاترین سطح آن اتاقی با سقف شیبدار قرار دارد. این طراحی به آرامگاه استحکام و مقاومت در برابر زلزله بخشیده است. آرامگاه کوروش کبیر نه تنها به عنوان یک اثر تاریخی و معماری، بلکه به عنوان نمادی از احترام به حقوق بشر و آزادی‌های فردی در تاریخ ایران شناخته می‌شود. این مقبره که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، سالانه پذیرای هزاران گردشگر و پژوهشگر از سراسر جهان است. این گزارش تصویری فرصتی است برای آشنایی بیشتر با یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران و جهان که نمایی از شکوه و عظمت تمدن هخامنشیان را به نمایش می‌گذارد.